اول فیلمای جقی به اسم مارکو میبینیم که بعد از تموم شدن پارتی میره توی اتاق تا بعد از سالها یه حال به سالار بده، ولی دختره میگه اسکل سگ به تو نمیده، پاشو و گم شو و برو. مارک هم زایه میشه و میاد خونه و میبینه که سالار ناراحته و تصمیم میگیره یه ویدیو میا خلیفه بذاره، ولی خب ویدیوش کجا واقعیش کجا آقای مارک. کارشو میکنه و میخوابه. فرداش ننش میاد و بهش میگه بلند شو حاجی، عجب ننه‌ای داره، من رو ننش کراش، اصلا به ننش نگاه نکنی. میگه امروز عمود داره میاد، بلند شو و آماده شو. اونا میرن سر سفره. وقتی که عموش با زنش جینا که اهل روسیه است دارن شام میخورن، چشم مارک چشم ناپاک و دیوس به مماهای جینا میفته. خدای حق بده. خب بعد شام کراش هم ننه مارک بهش میگه که جینا قراره بره روسیه و دخترشو بیاره که 14 سالشه و اسمش هم ناتاشاست. اونا میرن فرودگاه و منتظر جینا و دخترشن که بیان. وقتی میان مارک و ناتاشا برای اولین بار همو میبینن. چند روز بعد عموی مارک و جینا با هم عروسی میکنن و میان توی خونه مارکو جشن میگیرن و مارک هم با چشماش ناتاشا رو میخوره. دیوس. وقتی پارتی تموم میشه مارک و ناتاشا میرن تو اتاق و ناتاشا بهش میگه تو این اتاق چه گویی میخوری؟ اونم میگه بازی میکنم، درس میخونم. این گو میخوره، میشینه رکورد کف دستی رو جابجا میکنه. ناتاشا هم بهش میگه که حالا دختر آوردی چیز کنی؟ بعدش ناتاشا آمار میده که منو چیز کن. مارک بهش میگه که تو فقط 14 سالته، چطوری انقدر سکشری و از این حرفا میزنی؟ ناتاشا هم که خجالت نمیکشه و میگه من تا حالا به 100 نفر دادم و تو هم اگه دوست داشته باشی میتونم به تو هم بدم. اینجا آقای مارک سیگما بازی در میاره و میگه مامان تو با عموی من ازدواج کرده، پس تو خواهر منی. چه گوخوریا. بعدش هم ناتاشا میگه مادر من یه هرزه خرابه و با خیلی رابطه جنسی داشته و یه دفعه مارک ساکت میشه و پشماش ریخته از شدت خراب بودن این مادر و دختر. یه روز مامان مارک میاد تو اتاق و به مارک میگه که ناتاشا اولین بار اومده تو این شهر و نه رفیقی داره و نه شهر رو بلده، پس تا وقتی که راه میفته باید باهاش رفیق باشی و باهاش بری بیرون چون مثل خواهرته. بدبخت نمیدونه این ناتاشا چه خرابیه. روز بعد مارک به خونه ناتاشا میره که اونجا ننه ناتاشا بهش میگه دخترم هنوز بچه است، اگه حرفی زد عصبانی نشه و به دل نگیر. ننه ناتاشا میره در اتاق و بهش میگه درو باز کن و باهاش صحبت میکنه که با مارک برو بیرون. ناتاشا هم از ننش ناراحته و از خونه میزنه بیرون. مارک هم میره پیشش و بهش میگه چرا از دست ننت عصبانی و ناتاشا بهش میگه از ننم بدم میاد و مارک هم اونو میبره خونه روفوس که رفیقشه و این دختر خرابم روش کراش میزنه و راجع به روفوس از مارک میپرسه و میگه این بدبخت ننه باباش رفتن مسافرت و الان تنها. مارک اونو توی رستوران میبره و شامشون رو میخورن و وقتی میان خونه ناتاشا رو میذاره و ناتاشا بهش میگه که فردا تو نیاد در خونه ما، فردا من میام خونه شما. روز بعد وقتی مارک داره درس میخوره ناتاشا میاد و میشینن با هم حرف میزنن. بعدش هم با دوچرخه میرن بیرون و توی راه مارک چند تا از دوستاشو میبینه و بهشون مواد میده و ناتاشا هم میفهمه این جقی مواد داره. وقتی میان خونه ناتاشا میگه مواد داری، اونم بهش میده و جفتشون مصرف میکنن. بعدش هم ناتاشا میگه میتونم از لپتاپت استفاده کنم؟ مارک هم بهش میگه رمزش اینه و اینا میرن استفاده میکنن. وقتی لپتاپ باز میکنه میبینه که مارک جقی فیلم سوپرمارکتی گذاشته و یادش رفته از سایت بیاد بیرون و ناتاشا هم فیلمو میبینه و عشق میکنه. بعدش ناتاشا میره تو فیسبوکش و عکسای لختش رو نشون مارک میده و چیزا مارک هم راست میشه. ناتاشا هم که اینو فهمیده میگه قبل از اینکه چیزی بگی دوست داری با من رابطه داشته باشی؟ اینجا یه پرانتز باز کنم بگم ریدن تو شانس ما بچه‌ها. و شروع میکنه لباساشو در میاره و میرن رو کار. بعد از رفتن رو کار اینا عاشق هم میشن و زمان بیشتری رو با هم میگذرونن و روزی چند بارم میرن رو کار. فشار چی هستن و روز به روز مارک عاشق ناتاشا میشه. یه روز عموی مارک و ننه خراب ناتاشا میرن مسافرت و ناتاشا مجبور خونه مارک بمونه. وقتی اونا دارن حرف میزنن اون میگه از بودن پیشت لذت میبرم و دوست دارم همیشه پیش هم باشیم. مارک هم میگه چرا نمیتونی؟ تو میتونی همیشه اینجا باشی. ناتاشا خراب میگه مادر من چون خرابه مثل خودم به عمود خیانت میکنه و با یه مرد دیگه قرار میذاره و میگه من به عمود همه چی گفتم ولی اون باور نکرد. بعدش عموی مارک و ننه ناتاشا میان و ننه ناتاشا میگه پاشو بریم خونه، ولی ناتاشا اینجا بهش حال داده معلومه نمیاد و میگه نمیام. ننه ناتاشا هم میگه که من میدونم چرا نمیای و چی بهت حال داده، میدونم به مارک روزی چند دفعه میدی. و یه دفعه ناتاشا هم عصبانی میشه و با ننش دعوا میکنه. وقتی دعوا تموم میشه کراش هم و شوهر لاشیش به ناتاشا میگن برو خونه خودتون و به همین دلیل ناتاشا برمیگرده خونهشون. روز بعد مارک میره ملاقات ناتاشا و ننه ناتاشا بهش میگه تقصیر تو نیست، دختر من یه خراب و هرزه است و با خیلی رابطه جنسی داشته، از پیرمرد 100 ساله بگیر تا
تا جوون، پس ولش کن و از اینجا برو. مارک از اونجا میاد بیرون و شب ناتاشا میاد خونه مارک و بهش میگه من دارم به شهرم برمیگردم، تو با من میای؟ مارک هم مثل بز نگاش میکنه و هیچی نمیگه و میگه دلیل طلاق ننه من و عموی تو به خاطر اینه که من به عمو دادم. یعنی ببین خراب، 2 دقیقه نده ببینیم چه اتفاقی میفته. و میگه وقتی رو کار بودیم ننم اومد مچمون رو با هم گرفت. مارک هم چیزی نمیگه و پشماش ریخته و اونو میبره تو اتاق و بهش میگه فردا صبح میرم. مارک هم یکم بهش پول میده که مشکلی برای رفتن نداشته باشه و صبح ناتاشا سیکشو میزنه و میره. وقتی خانواده دور هم جمعن و دارن دلیل طلاقو میپرسن، مارک همه چی رو میدونه ولی هیچی نمیگه. بعد از چند روز رفیق مارک روفوس زنگ میزنه ولی مارک جوابشو نمیده. یه روز مارک میره خونه روفوس و خراب خانم اونجا میبینه که داره اونجا زندگی میکنه. روفوس بهش میگه من چند بار بهت زنگ زدم که اینو بگم ولی جواب ندادی. که دفعه نگاه مارک و ناتاشا به هم میخوره و اینجا مارک میفهمه رابطه عشقی همش سوسچره و همه خیانتکارن و مارک هم از اونجا میره و دیگه برای همیشه تو فکر شکست عشقیشه و فیلم هم تمام میشه. خیلی فیلم مزخرفی بود و واقعا چرت و پرت بود و ممنون که تا اینجا اومدید.